به نام خدا و با سلام خدمت اساتید، دوستان و همکاران محترم، هیئت رئیسه محترم و تشکر از اینکه منو دعوت کردید و عذرخواهی که به علت لغو شدن پروازها نتونستم خدمتتون برسم. بحثی که امروز در این 30 دقیقه خدمت شما هستم این است که چه موقع ما نان اینویزیو ونتیلیشن استفاده نکنیم. بسیار شنیدید که چه موقع استفاده بکنیم، حالا وقتشه که بدونیم که چه موقع از اون استفاده نکنیم. در این بحث ما راجع به کانتراندیکیشن های مصرف NIV، چه عواملی پیش بینی میکنه که NIV منجر به شکست خواهد خورد درمان NIV و مجبور میشیم که مریض رو اینتیوبیشن بکنیم. از همه مهمتر راجع به اثر پندولوفت و کانسپت پیشنت سلف inflicted lung injury صحبت میکنیم و در آخرش هم پرسش و پاسخ که متاسفانه من حضوری نیستم، ولی از شما خواهش میکنم که به یوتیوب مراجعه بکنید و اونجا میتونید کامنت بذارید و من در پاسخ به اون کامنت ها خواهم کوشید که جواب شما رو بدم. موارد عدم استفاده از NIV، تنها مورد قطعی و ابسولوت کانتراندیکیشن وقتی است که مریض در وضعیت فوق العاده بحرانی است که کاردیاک ارست شده، داریم CPR میکنیم براش، سطح هوشیاریش بسیار پایینه و زجر تنفسی شدید داره یا سیویرلی تکیپنیک هست یا اپنیک هستش. خب این مریض معلومه که ایمیننت دث ممکنه براش به وجود بیاد، به زودی فوت بکنه. خب این مریض رو باید اینتوبیت کرد، اینو همه کس میدونه و چیز آشکاری هستش. موارد نسبیش عبارت از این است که اگر نان رسپیتوری ارگان فیلیر that is acutely life threatening باشه، مثلا severe kidney injury باشه یا مثلا acute decompensated congestive heart failure باشه که اتفاقا یه مورد ثابت شده برای درمان NIV هست، ولی این ارگان فیلیر به حدی شدید باشه که فکر کنیم که با کاهش کار تنفس از طریق اینتیوبیشن میتونیم مثلا کاردیاک آوتپوت رو افزایش بدیم، بنابراین اونجا نباید معطل کرد و مریض رو باید اینتوبیت کرد. در مواردی که انسفالوپاتی‌های شدید دارن، GCS کمتر از 10 هست، خب راه هوایی رو نمیتونه کنترل کنه، خطر اسپریت هستش، این باید اینتوبیت بشه. وقتی که دستگاه گوارش فوقانی خونریزی شدید داره و باعث ریسک اسپریشن بالا میره، این خب باید اینتوبیت بشه. هیمودینامیکلی اینستیبل باشه، عدم ثبات هیمودینامیک، جراحی‌های فک و صورت، تروما به طوری که ماسک و نشه خوب چفت و جورش کرد، سیلینگ ماسک به هم بخوره، شما یه عالمه لیک داشته باشید، اصلا درمان مؤثر نخواهد بود، باید اینتوبیت بشه. اگر راه هوایی انسداد داشته باشه، مثلا توموری باشه، اینفلامیشنی باشه، لارنجایتیس مثلا شدیدی باشه که اصلا اجازه ورود هوا رو به تراشه نده، این قبیل چیزا، انسدادها، پاتولوژی انسدادی خب مؤثر نخواهد بود. اگر مریض اساسا نتونه با دستگاه خودش رو سینک کنه، خیلی بیقرار باشه و ما مجبور باشیم که از دوزهای بالای سدتیو استفاده کنیم، اینجا ریلیتیو کانتراندیکیشن هست. یا مریضایی که خلط زیاد دارن، مثلا مریضای موسن که خلط زیاد دارن ولی خلطشون رو نمیتونن اکسپکتوریت بکنن، این پازیتیو پرشر ممکنه ایمپکت بکنه این خلط رو، میوکوس پلاک بده و باعث کلاپس و اتلکتسیس بشه و هایپوونتیلیشن افزایش پیدا کنه، هایپوکسیمیا بدتر بشه، اینا بعد اینتوبت بشن. اونایی که فکر میکنیم به علت پاتولوژی زمینه ایشون 4 تا 7 روز باید بیشتر از 4 تا 7 روز باید زیر ونتیلاتور باشن، از اول ونتیلاتور میبریم زیر ونتیلاتور. بیمارانی که اخیراً جراحی معده یا مری شدن و آناستوموز تازه دارن، اینا وقتی که فشار مثبت وارد قسمت فوقانی میشه، قفسه صدری، خب این آناستوموزا ممکنه پاره بشه و موجب لیک بشه. مالتیپل کانتراندیکیشن یک مجموعه از تمام این کانتراندیکاسیون ها و بالاخره اگر در یه جایی هستیم که استفین کامل نیست، یعنی ما استف کم داریم، پرستار، تکنیسین یا پزشک کم داریم، چون که مریض رو نمیتونیم ما دو NIV بزنیم و فردا صبح بیایم ببینیم چی شده. NIV وقتی میذاریم واقعا یه نوع ونتیلیشنه ولی نان اینویزیو، بنابراین مریض باید مراقبت بشه مرتب در بخش پر ICU یا ICU حداقل نسبت پرستار 1:2 باشه
که اینو ببینیم ما از نزدیک و اگر داره وضعش بدتر میشه به طرف اینتوبیشن میریم. اگر اینقدر ما پرسونل نداریم پس بهتره از اول این مریض ها رو اینتوبیتشون بکنیم. خب حالا در اینجا ما میخوایم ببینیم که چه فاکتورهایی شکست درمان رو میتونن با احتمال بیشتری پیش بینی بکنن. یه مقاله در کریتیکال کیر مدیسین 2018 چاپ شد و آقای ژان پیر فرات و همکارانشون Predictors of Intubation in Patients with Acute Hypoxemic Respiratory Failure Treated with Non-Invasive Oxygen Strategy رو بررسی کردن. نتایج جالبی به دست خب اون چیزی که شما در این اسلاید میبینید خلاصه از یافته های اینهاست. اینا مریضاشون در 3 دسته بودن. اونهایی که روی نیزال کانولا و اکسیژن استاندارد بودن، اونهایی که توی های فلو نیزال کانولا بودن و اونهایی که روی دستگاه بای لول بودن. اونهایی که روی استاندارد اکسیژن بودن و هنوز به مراتب بالاتر نان اینویزیو نرفته بودن، مهمترین فاکتوری که یافته بالینی که احتمال شکست نان اینویزیو ونتیلیشن رو بیشتر میکرد ریتم تعداد تنفس بیشتر از 30 در دقیقه است. اونهایی که روی های فلو نیزال کانولا بودن اگر بعد از 1 ساعت روی های فلو نیزال کانولا هنوز تاکیکاردیک بودن، این مهمترین عاملی بوده که نشون میده که این بیماران احتمال اینکه نان اینویزیو رو فیل بکنن و به طرف اینتوبیشن بره بیشتر میشه. و بالاخره اونهایی که روی بایپپ بودن، بای لول بودن، اگر بعد از شروع بای لول 1 تا 2 ساعت بعدش PaO2 FiO2 یا PF ریشیو کمتر از یا برابر با 200 بوده و تایدال والیوم هایی که اینها جنریت میکردن بیشتر از 9 ml per kg یا predicted body weight، اینا فاکتورهای مستقلی است که شکست NIV رو پیش بینی میکردن. و البته جالب اینه که تایدال والیوم بالاتر از 9 ml per kg افزایش مورتالیتی هم میده. تمام این افکت ها به خاطر اینه که اثر پندالوف به وجود میاد که حالا من اونو براتون توضیح خواهم داد. پندالوف چی هستش؟ پدیده پندالوف یک واژه آلمانی هست به معنی حرکت هوا از یک بخش دیگه به بخش دیگه. وقتی که ریه ها طبیعی هستش به طور همزمان تمام واحدهای ریه از پایین به بالا شروع به پر شدن میکنن و از بالا به پایین شروع به خالی شدن میکنن و وقتی که ریه ها درگیر بیماری هست مثل کانسالیدیشن ARDS یا کامپرشن اتلکتوزیس، اون وقت تایم کانستنت هر واحد ریه لوب یا ساب لوب یا آلوئول فرق میکنه. آلوئول هایی که درگیری ندارن کامپلاینس و رزیستانسشون با آلوئول هایی که درگیری دارن متفاوته. این تفاوت تایم کانستنت باعث حرکت هوا از طرفی از نقطه از ریه که سالم هست به نقطه‌ای که ریه‌ای که کانسالیدیت هست میشه و یک راهی که ما اونو بفهمیم که در مریض مریضی که روی ونتیلاتور هست و اسیست مود و خودش هم کمک میکنه به نفس کشیدنش اینه که اگر اینسپایراتوری پاز بدیم این پلاتو به جای اینکه مستقیم حرکت بکنه به صورت خطی سقوط میکنه و به طرف پایین میاد که نشون دهنده حرکت هوا در زمان اینسپایراتوری پاز هستش. این یک راه دیتکت کردن است. از فیزیکال اگزام میشه دیتکت کرد که من توضیح خواهم داد. حالا ببینیم چگونه اصلا این اثر به وجود میاد. توی ریه هایی که مثلا ARDS درگیری اکثرا در قسمت تحتانی و خلفی ریه هستش، این باعث میشه یک حالت جامد و سختی به وجود بیاد. بیمار که شروع به تنفس میکنه فشار درون پلو در مجاور این ناحیه بیمار افت بیشتری از فشار درون پلو در مجاور ناحیه سالم داره. اینجا اگر همه ریه سالم باشه مثلا با یه اینسپایراتوری درایو معمولی فشار داخل پلو در زمان اینسپیریشن به منهای 10 میرسه و این فشار در تمام ناحیه‌های زون 1 زون 2 و زون 3 ریه یکسان منهای 10، در حالی که این وجود سالید استیت و بافت سخت شده و کانسالیدیت شده اجازه نمیده که فشار به طور یکسان منتقل بشه. مجاور بافت سخت
فشار منفی خیلی بیشتری به وجود میاد و اون جاهایی که بافت سالم تره فشار منفی کمتره. مثلا اینجا منهای 20 منهای 30، اینجا مثلا منهای 15 منهای 10 و بالاخره جاهای سالم منهای 5. این اختلاف فشار باعث میشه که همونطور که شما در اینجا میبینید ناحیه های تحتانی و خلفی دیگه بیسیلای دیگه زودتر از هوا پر بشن، همین ناحیه‌ای که بیماره زودتر از هوا پر بشن تا ناحیه‌های سالم. اینجا دو تا منحنی ما داریم، یکی مریضی هست که فولی مکانیکال ونتیلیشن هست، پارالایز شده و اینجا مریض اسیستد مکانیکال ونتیلیشنه و با تکنولوژی ایمپیدنس پلوتیسموگرافی یا توموگرافی ایمپیدنس توموگرافی ما تونستیم این اطلاعات رو به دست بیاریم. منحنی قرمز ایمپیدنس قسمت قدامی رو نشون میده و منحنی آبی ایمپیدنس قسمت خلفی رو نشون میده. وقتی مریض پارالایز رسپیتوری درایو به شما برمیداریم اینها با هم یکی هستن، هماهنگ حرکت میکنن و تفاوتی ندارن. اینجا ما پندالوف نداریم، در حالی که وقتی مریض پارالایز نیست و رسپیتوری درایو خودش هست که باید بالا باشه، رسپیتوری درایو بالا داره، با شدت زیادی تنفس میکنه، دم و بازدم میکنه، این باعث میشه که اختلاف به وجود بیاد بین ایمپیدنس قسمت خلفی و قسمت فوقانی و هوا در لحظه شروع دم. همینطور که اینجا میبینید شروع دم ابتدا قسمت های بیمار رو پر میکنه، خلفی رو پر میکنه و نهایتا قسمت های سالمتر رو پر میکنه. این باعث میشه که انبساط آلوئولی در قسمت های بیمار و مجاور قسمت های بیمار کانسالیدت به شدت بیشتر از ناحیه سالم باشه و این خودش کاسکید اینفلامیشن رو فعالتر میکنه و ARDS بدتر میشه. این اهمیت پدیده پندالوف به این خاطره. اینجا یک فایل صوتی هست که نشون میده چجوری با معاینه بیمار و گوش کردن به ریه ها ما میتونیم این پندالوف رو پیدا بکنیم. خواهش میکنم به تفاوت هوای دمی و بازدمی در نرمال و حالت پندالوف توجه بکنید. نورمال بریزینگ، تنفس طبیعی. همونطور که دقت کردید توی معاینه بالینی اینها در سمع ریه در یک شخصی که ریه‌هاش سالمه دم و بازدم یک صدای کرشندو دکرشندو ایجاد میکنه، در حالی که در شخصی که به علت کانسالیدیشن و تفاوت تایم کانستنت پدیده پندالوف به وجود اومده در زمان دم انگار 2 مرتبه بیمار نفس میکشه و در زمان بازدم انگار 2 بار ریه‌هاشو تخلیه میکنه. این به راحتی میشه رو فیزیکال اگزام پیدا کرد و به این پدیده تشخیص گذاشت. متعاقب این تشخیص کاربرد عملیش اینه که این بیمارها اکثرشون با NIVP بهبود پیدا نمیکنن بلکه بدتر میشن و ترند جدید الان این هستش که اینها رو ما زودتر به صورت حتی پرئمپتیو اینتوبیت کنیم، سدیت کنیم، حتی پارالایز بکنیم که این نوسانات شدید فشار توی فضای پلو کاهش پیدا بکنه و این باروتروما اتلکتروما به بیمار وارد نشه. بنابراین حالا اگر ما بخوایم این پدیده پندالوف رو ربط پاتولوژیکش رو به اون چه که در ریه ها اتفاق میفته، مخصوصا در بیمارانی که اکوت هایپاکسیک رسپیتوری فیلیر دارن و اینا رو میذاریم رو NIV، میتونیم به این ترتیب خلاصه کنیم. من اینجا از این پوینتر هم استفاده کنم. به هر علتی ما اگر یک آسیبی به ریه ها وارد بشه و باعث کپیلاری لیک بشه، مثلا ARDS شما در نظر بگیرید، تنها استثنای اکوت هایپاکسیک رسپیتوری فیلیر که با NIV جواب خیلی خوب میده
acute decompensated systolic or diastolic heart failure with pulmonary edema است. ادم خیز ریوی به علت نارسایی حاد جبران نشده قلبی یا حالا سیستول یا دیاستول، هر دو تا این کارو میکنن و خب اون البته اثرات خاص خودش رو پرلود و افترلود و اینها داره و باعث میشه که پلمونری ادما زودتر از بین بره. اون تنها استثناء هستش. در اون حالت ما میدونیم که به بیسمنت ممبرن و اپیتلیال آلوئول ها آسیبی وارد نمیشه. اگر عفونت اضافی سوار نشه یا پدیده دیگه که منجر به ARDS بشه در یک پلمونری ادما با منشأ قلبی ما این مسئله رو نخواهیم داشت. واسه همین هم هستش که شما در اونجا پدیده پندالوف پیدا نمی‌کنید. پدیده پندالوف ما وقتی پیدا می‌کنیم که آسیب به حدی باشه که کاپیلاری لیک بشه. کاپیلاری لیک باعث ادم ریوی نانکاریوجنیک بشه و بعد تبادل گازها و مکانیک ریه مختل بشه، منجر بشه که گیرنده های اینترستیشیال جاکستا کاپیلاری ریسپتورها تحریک بشن و از طریق مرکز تنفس توی مثلا نخاع رسپیتوری درایو بره بالا. این مسئله خیلی خیلی مهمه که ما به مریضامون که نگاه میکنیم میفهمیم که اینها اصلا بالین مریض شما نگاه کنید، مریضی که تنفس‌های عمیق و سخت و تندی میکشه و از عضلات فرعی استرنوکلیدوماستوئید، سوپراکلاویکولار، عضلات شکمی اینها برای دم و بازدم استفاده میکنه. خب این معلومه که رسپیتوری درایو بالاست. همین بالا بودن رسپیتوری درایو اگر ما این مریضا رو نمیگم مطلقا نباید رو بایپپ بذاریم، ولی بذاریم و هنوز این قصه ادامه داشته باشه و نتونه بایپپ این رسپیتوری درایو رو کم بکنه و هنوز ریت مثلا بالای 30 باشه، تایدال والیوم همونجوری که تو اون استادی دیدید بالای 9 ml per predicted body weight باشه، اینها نشون میده که مریض داره میره به طرف patient self inflicted lung injury و این باعث میشه که یک سیکل معیوب به وجود بیاد و ARDS بیشتر بشه. ما این قضیه رو واقعا همه ما شما هم قطعا این تجربه کردید توی موج دوم کووید داشتیم. اول که مریضای کووید اومدن همه پنیک میکردیم و زود اینا رو اینتوبیت میکردیم، اونا مردن. اونایی هم که بعد موج دوم گفتیم خب حالا نکنه به خاطر اینتوبیشن اینا میمیرن، اینا رو برداشتیم بردیم روی بایپپ، مدت زیادی رو بایپپ موندن، پسیلی کردن، دیر اینتوبیت کردیم، اینها از بین رفتن. در واقع موج اول که از بین رفتن روی با اینتوبیشن اینهایی بودن که به علت کمبود پرسنل و نبودن درمان‌های ضد ویروسی مؤثر به شدت ARDS اینها پیشرفت میکرد، ریه ها کامپلیانسش کم میشد، استیف میشد و اینها نوموتوراکس میکردن و خود ونتیلاتور لانگ اینجری واسه اینا ایجاد میکرد، اینا فوت میکردن. تو قسمت دوم ما اومدیم سویچ کردیم، اینا رو گذاشتیم همه رو بایپپ، پندالوف پیدا کردن، رسپیتوری درایو اینها بالا بود و این باعث شد که دیر ما اینها رو اینتوبیت کنیم. خلاصه کلام که من بخوام نتیجه بگیرم و این پیغام رو با خودتون ببرید این هستش که در مریضی که اکیوت هایپاکسیک رسپیتوری فیلر داره، بله میشه از های فلو نیزال کانولا، از دستگاه ویپوتر که یه مدلی از های فلو نیزال کانولاست، از اینها میشه استفاده کرد، از بایپپ هم میشه استفاده کرد، ولی به شرطی که وقتی ما این درمان ها رو میذاریم اون ریسک فاکتورهایی که فیلر نشون میده از بین بره و کم بشه، تعداد تنفس کم بشه، تایدال والیوم کمتر از 9 ml بشه، مریض احساس آسودگی بکنه، گازهای خونی بهبود پیدا بکنن، بایومارکرهای التهابی بهبود پیدا کنن. خب اینو میشه روی اینا نگه داشت NIV، ولی اگر نشد باید پیش دستی کرد و به صورت پرواکتیو اینها رو اینتوب کرد و حتی پارالایز کرد که مطالعات زیادی نشون داده که سروایوال اینها افزایش پیدا میکنه. خب من از شما تشکر میکنم که حوصله کردید، به حرفای من گوش کردید. اینجا صحبت‌های من تموم میشه و خیلی ممنونم.